داستان آدم علیه السلام، مؤلف محمد احمد جادلمولی، مترجم صلاح الدین توحیدی. عزیزان و شنونده های خوب چینل الیت بوک، امیدوارم که جور و صحت کامل داشته باشید. شما را با یکی از داستان‌های از کتاب قصه های قرآنی از آدم صفی الله تا محمد رسول الله خیلی خوش آمدید میگویم. امیدوارم مورد علاقه‌تان قرار گرفته و تا آخرین قسمت این داستان با ما همراه بوده و برای حمایت از ما کانال خودتان را سابسکرایب کنید و کلید زنگ را نیز فعال بسازید و بیننده داستان‌های دیگر نیز از این کتاب باشید. آغاز داستان. خداوند زمین را در 2 روز یعنی دوره بیافرید و بر آن کوههای استوار ساخت و در آن برکت انداخت و رزق و روزی های اهل آن را به صورت مساوی برای درخواست کنندگان در 4 روز یعنی دوره در آن مهیا نمود. سپس رو به سوی آسمان آورد در حالی که دود بود و به آسمان و زمین گفت با میل خود و یا با اکراه به سوی من بیایید. آن دو گفتند ما فرمان بردارانه به میل خود می آییم. سپس بر عرش مستولی شد و خورشید و ماه را مسخر نمود تا هر یک تا زمان معلوم به جریان خود ادامه دهند و آنگاه فرشتگانی را آفرید که به ستایش او تسبیح گویند و نامش را مقدس بدارند و او را خالصانه پرستش نمایند. سپس اراده خداوند بر این استوار گردید و حکمتش چنین اقتضا نمود که آدم و فرزندانش را بیافریند تا در زمین ساکن شوند و در عمران و آبادانی آن بکوشند و از این رو به فرشتگانش خبر داد که او آفرینش دیگر ایجاد خواهد کرد که در زمین به سعی و تلاش بپردازند و در گوشه و کنار آن حرکت و تکاپو نمایند و نسلشان در همه جای آن پراکنده شود و از رویدنه های آن بخورند و گنج ها و خیرات درون آن را استخراج نمایند و همواره ایده از آنان جانشین ایده دیگر شوند. فرشتگان مخلوقاتی بودند که خداوند آنان را برای عبادت خود برگزیده، نعمت‌های خود را بر وفای بر آنان فرو ریخته، فضل خود را بر آنها هدیه داده و آنها را به کسب رضایت خود موفق و به اطاعتش هدایت نموده بود و در نتیجه به آنان بسیار گران آمد که خداوند مخلوق دیگری غیر از آنان را بیافریند و ترسیدند که این عمل پروردگار به علت کوتاهی آنها در عبادت و یا مخالفت یکی از آنان با پروردگار بوده باشد. از این رو به سرعت به تبرئه خود پرداختند و گفتند پروردگارا چگونه غیر از ما را می آفرینی در حالی که ما همواره به تسبیح تو مشغولیم و نام و یاد تو را مقدس می داریم در حالی که آنان تو در زمین جانشین می گردونی و ناچار به علت وجود منافع در زمین و جلب منفعت از جانب هر کدام با هم به اختلاف می پردازند و در زمین فساد می کنند و خون زیاد خواهند ریخت و جانهای آفریده بیگناه را از آنان خواهند ستاند. آیا در آن کسان را قرار می دهی که در آن به فساد و خونریزی می پردازند در حالی که ما همواره به ستایش تو تسبیح‌گو هستیم و تو را مقدس می داریم؟ این سخنان را به اهل علاقه به چیزی که شک و شبههشان را برطرف کند و وسواسی را که در سینه داشتند بزداید گفتند و امیدشان چشم انتظار خداوند بود که تا آنها را در زمین جانشین گرداند، زیرا آنها در رعایت نعمت‌های الهی پیش قدم و در شناخت حق خداوند شایسته تر بودند و این سؤال آنان به منزله انکار عمل خداوند و یا شک در حکمت او و یا برشمردن نقص جانشین او و نوادگانش نبود، زیرا فرشتگان اولیای مقرب خداوند و بندگان گرامی او بودند که بر سخن او پیشی نمی گرفتند
و به دستورات او گردن می نهادند. خداوند به آنان جواب داد که باعث اطمینان دلهایشان گشت و مایه آرامش قلبهایشان. خداوند فرمود: ترجمه: براستی من چیزی را میدانم که شما نمیدانید و از حکمت جانشین او چیزی آگاهم که شما درک نمی کنید. پس هر چی را که بخواهم می آفرینم و هر کی را که بخواهم جانشین می گردانم و آنچه را بر شما پنهان و پوشیده مانده است به زودی خواهید دید. پس هرگاه خلقت او را کامل نمودم و از روح خود در او دمیدم، سجده کنان در مقابل او سر فرو آورید. خداوند آدم را از گل خشک، سیاه، بدبو و تغییر شکل یافته و به صورت کالبد انسانی استوار آفرید و سپس از روی خود در او دمید و آنگاه نسیم زندگی در او وزید و او انسان کامل شد. و سپس خداوند به فرشتگان دستور داد که آدم را سجده کنند و آنان فرمان برداران خواسته پروردگارشان را اجابت نمودند و برای بزرگ داشت آدم به سوی او شتافتند و در مقابلش سجده کنان پیشانه های خود را بر خاک کشیدند به جز ابلیس که از دستور پروردگارش سرباز زد و به معصیت پروردگار گروید و سرپیچی کرد و تکبر ورزید و جز کافران گشت. خداوند علت امتناع ابلیس را از او پرسید و از او خواست که حکمت سرپیچی خود را بیان کند و فرمود: چی چیزی تو را از سجده نمودن به آفریده دست من منع نمود؟ آیا تکبر ورزیدی و یا خود را بلند مرتبه پنداشتی؟ ابلیس چنین پنداشت که از جهت عنصر بهتر از آدم است و جوهر پاک تر از او دارد و گمان نمود که کسی در قدر و منزلت به پای او نمی رسد و رقیب او نمی شود و مکان بالاتر از جایگاه او را ارتقا نمی یابد. از این رو گفت: من از او بهترم. من را از آتش آفریدی و او را از خاک. او یا این سخنان عصیانش را آشکار نمود و مخالفت و بهتان روشن خود را علنی نمود و نسبت به دستور پروردگارش تکبر و از سجده نمودن به آفریده دست خداوند اجتناب ورزید و جز کافران گشت. خداوند به علت سرپیچی شیطان و مخالفت او با امرش ابلیس را مجازات نمود و او را ندا داد. پس از بهشت خارج شو، بر راستی که تو را رانده شده، بر راستی که تو رانده شده و تا روز قیامت لعنت بر تو است. ابلیس از پروردگارش درخواست نمود که تا روز قیامت به او مهلت دهد و زندگانی او را تا روز زنده شدن مردگان طولانی نماید. خداوند بخشی از خواسته او را اجابت نمود و به او گفت: تو از مهلت داده شدگانی. تا روز هنگامی که خواسته ابلیس اجابت شد و او به آرزوی خود رسید، فضل خداوند را شکرگزاری نکرد، بلکه نعمتش را با کافران و فضلش را با عناد و انکار جواب داد و گفت: خداوندا، به علت اینکه من را گمراه نمودی، در راه راست تو به کمین آنان بنشینم تا آنان را فریب دهم و در گمراه نمودنشان از هیچ کوشش فروگذاری نمی کنم و سپس از جلو و عقب و راست و چپشان به سمت آنها می روم و تو بیشتر آنان را شکرگزار نخواهی یافت. خداوند ابلیس را از رحمت خود طرد نمود و به او مهلت داد تا به آرزویش برسد و به او گفت: راهی را که برگزیده در پیش گیر و در روش بدی که خواهان آنی جلو برو. با صوت و آهنگ خود هر کدام از آنان را که می توانی تحت تأثیر خود قرار ده و برای غلبه بر آنان سوار و پیاده خود را فرا بخوان و در مال و اولاد آنان شریک شو. به آنان وعده های دروغین بده و ذهن آنان را به آرزوهای دور از دسترس مشغول نما، اما هرگز بین تو و آن بندگان مخلص که عقیده صحیح و عزم قوی دارند آزادت نخواهیم گذاشت تا بر آنان تسلط یابی.
و سلطه بر آنان نداری، زیرا دلهای آنان به تو تمایل ندارد و گوشهایشان سخنان تو را نخواهید شنید. اما هرچه تو در گمراه کردن و در فتنه انداختن آدمیان بکوشی، حسابت سنگین‌تر و سزایت دردناکتر خواهد شد و به طور حتم من جهنم را با تو و تمام آنان که دنبال رو تو باشند پر خواهم نمود. فرشتگان بر آدم سجده بردند و برتری او را پذیرفتند و اقرار نمودند که مقام او برتر است و از آنان به خداوند نزدیکتر است. اما شاید گمان نمی نمودند که دانش و درک و فهم آنان بیشتر است. از این رو خداوند از علم خود به آن آدم عطا نمود و از نور خود بر او سرازیر کرد و اسامی تمام موجودات را به او یاد داد و این موجودات را به فرشتگان عرضه نمود و گفت اسامی این موجودات را به من خبر دهید اگر راست میگویید، تا ناتوانی و نقص آنها را آشکارا نماید و آنان نیز بدانند که حکمت خداوند چنین اقتضا نموده است که آدم شایسته تر به بیان اسامی باشند و حق و شایسته تر این که جانشین او مورد انکار قرار نگیرد. فرشتگان در مقابل این رویارویی بهت زده شدند و هنگامی که تلاش نمودند تا برای پاسخ در درون خود به جستجو بپردازند، متحیر و پشیمان شدند و زمانی که به علم سابق خود رجوع نمودند راه به جواب نیافتند و از این رو به ناتوانی خود اقرار و به کوتاهی و نقص دانش خود اعتراف نمودند و گفتند خداوندا تو منزهی، ما را دانش نیست مگر آنچه تو ما را آموختگی و درستی که تو بسیار دانا و با حکمت هستی. هنگامی که آدم از فیض پروردگار لبریز گشت و شعله از نور علم او برگرفت، خداوند به او دستور داد که فرشتگان را از آنچه آنان در شناختش ناتوان ماندند و فهمی آنان را از دانش در مورد آن قاصر ماند خبر دهد، تا بدین وسیله فضل خود را آشکار و حکمت جانشین شدن خود را بیان نماید. جانشین خداوند فرشتگان را از چیزی که آنان در مورد آن عاجز ماندند خبر داد و خداوند آنان را ندا داد. مگر به شما نگفتم که به درستی من غیب آسمان ها و زمین را می دانم و به آنچه که شما آشکار و پنهان می کنید آگاهم. در این هنگام فضل آدم بر فرشتگان مشخص گردید و آنان بر رمز آفریدن او پی بردند و حکمت جانشین او بر آنها آشکار گردید. خداوند قدرت و بی‌باکی خود را به ابلیس نشان داد و وی را درمانده ساخت و از او سلب نعمت نمود و آدم و همسرش را مورد عنایت قرار داد و آنان را در بهشت جای داد و به آدم وحی نمود که نعمتم بر خودت را به یاد آر که من تو را با آفرینش تازه و نو آفریدم و به اراده خود تو را به صورت انسان کامل درآوردم و از روح خود در تو دمیدم. فرشتگانم را به سجده کردن بر تو واداشتم و شعله از دانش خود را به تو ارزانی داشتم و این ابلیس است که وی را به علت خروج از اطاعتش از رحمت خود ناامید و او را طرد و لعن نمودم و این بهشت جاودان است که آن را منزل و مکان تو قرار دادم که اگر تو مرا اطاعت کنی با نیکی به تو جواب خواهیم داد و تو را در بهشت جاودانه خواهیم ساخت. اما اگر ترک عهد نمایی تو را از منزل بهشت خود خارج خواهیم کرد و به آتش خود تو را عذاب خواهیم داد و نیز فراموش نکن که این ابلیس دشمن تو و همسر توست، پس هوشیار باش که تو را از بهشت خارج نکند که در این صورت بدبخت خواهید شد. خداوند آدم و حوا را در بهشت آزاد گذارند تا از هر آنچه که میخواهند
به وفور بخورند. اما آن دو را نهی نمود که از میان آن همه درخت فقط به یک درخت نزدیک نشوند و برای اینکه ابهام را از آنان بزداید تا در شناخت آن درخت شک نداشته باشند به صورت معلوم و معین به آن درخت اشاره نمود تا از هر شکی که ممکن است در درون آنان راه یابد جلوگیری نماید و به آنان وعده داد که در صورت نزدیک شدن به آن درخت و با خوردن میوه آن در زمره ستمکاران قرار خواهند گرفت و وعده نمود که در صورت اجتناب از آن درخت منع شده اسباب نعمت و راحتی آنها را در بهشت بیشتر و با دوام تر کند به صورتی که هرگز در آن گرسنه و عریان نشوند و تشنگی و خستگی به آنان راه نیابد. و فرمود ای آدم تو و همسرت در بهشت ساکن شوید و از آن در هر جا که می خواهید به وفور بخورید و نزدیک این درخت نشوید که در این صورت جز ستمکاران خواهید قرار گرفت. و ای آدم تو در بهشت این را داره که نه گرسنه شوی و نه برهنه گردی و در آن نه تشنه بمانی و نه آفتاب زده شوی. آدم در بهشت ساکن شد و از هر آنچه که نفس آدمی اشتها نماید و چشم از دیدن آن لذت ببرد بهره مند میگشت و شاید در میان درختان آن پرسه میزد و در سایه های آنها می نشست، از گل آنها می چید و از خوردن میوه های آن لذت می برد و از آب گوارش سیراب می شد و در این بهره بردن از لذت ها همسان 2 مدت زمانی را که اینگونه در بهشت به سر بردند و از چشمه های آن آب خوشبختی سر می کشیدند، خوشبختی آدم دل ابلیس رو سوزاند و بر او بسیار گران آمد که آدم و همسرش از آنچه او قبلا بهره‌مند بود بهره ها ببرند، در حالی که او از رحمت خداوند رانده شده بود و از بهشت دور گشته بود. از این رو او تصمیم قطعی گرفت که بنای خوشبختی آدم را فرو ریزد و نعمت بهشت را از او سلب نماید، مگر این آدم نبود که او را از آن بلندی پایین کشید و از نعمت و رضایت الهی دور گردانید؟ مگر نه این که به سبب او بود که انکار و تکبر ابلیس نسبت به خداوند برملا گردید و روی ملعون ابدی شد. پس باید که انتقام خود را از او بگیرد و به تدریج از ارزش کسی که فرشتگان مأمور به سجده نمودن برای او و اعتراف به فضل او شدند بکاهد. آنگاه آهسته و با گام‌های کوتاه به سوی بهشت برآفتاد و پنهانی با آدم صحبت نمود و برای آدم چنین وانمود کرد که دوستی صادق و اندرز دهنده مخلص است و کوشش بسیار نمود که دل او را به دست آورد. از هر راه وارد میشد و هر دری را میزد و مهربانی و عطوفت خود را به آدم و همسرش اظهار مینمود و نسبت به زوال نعمت از او از آن دو دلسوزی نشان میداد و به آنان گفت به این علت پروردگارتان شما را از این درخت منع نموده است تا شما تبدیل به 2 فرشته نشوید و یا اینکه در بهشت جاودان نمانید. ابلیس چون دریافت که آن دو از سخنان او اظهار بیزاری میکنند و از هم صحبت شدن با او دوری می‌گزیند و گوش‌هایشان از شنیدن صدای او و گوش دادن به اندرس‌های او کر شده است. برای آنها سوگند خورد که پند دهنده است و نمی‌خواهد به آنها آسیب برساند و به آنها دشمنی نماید و آنان را شکست دهد و سوگند خورد تا به درستی قصد خود تاکید نماید و صحت نظر خود را نشان دهد و بدون شک ابلیس تا می توانست بر خواسته خود پافشاری نمود و در فریب دادن آدم مدت زیاد اصرار ورزید و کوشش نمود تا او و همسرش را با راهیه خوش آن درخت، طعم بی‌نظیر و رنگ زیبای میوه‌های آن فریب دهد و سرانجام آدم و حوا از سخنان او فریب خوردند و مفتون زیبایی سخنانش و شیرینی وعده‌هایش گشتند و در لغزش افتادند و دنبال رو او شدند. و محض خارج شدن آدم و حوا از فرمان پروردگار
خداوند نعمت را از آنها سلب و بهشت را بر آنان حرام کرد و پروردگارشان آنان را نداداد. آیا شما را از آن درخت منع نکرده بودم و بر شما نگفته بودم که شیطان دشمن آشکار شماست؟ آدم و حوا به سوی خدا بازگشتند و از کردار خود اظهار پشیمانی نمود و گفتند: پروردگارا، ما به خودمان ستم نمودیم و اگر تو ما را مورد آمرزش قرار ندهی و به ما رحم نکنی، به تحقیق ما از زیانکاران خواهیم بود. خداوند گفت: به زمین فرود آیید. ایده از شما دشمن ایده دیگر خواهد بود و تا مدتی در زمین مستقر گشت و از آن بهره میبرید. خداوند توبه آن دو را پذیرفت و از لغزش آنها درگذشت. پذیرش و توبه مایه خنک درون و چشم روشن آنها گشت و امیدوار شدند که خداوند آنها را در بهشت باقی نگه دارد و دوباره از نعمتهای آنان بهره‌مند شوند. خداوند به آنچه در ذهن آنها میگذاشت آگاه و بر آنچه نفس آنها تمایل داشت واقف بود، اما بر آنها دستور داد که از بهشت فرود آیند و به آنان خبر داد که دشمنی بین آنان و شیطان ادامه خواهد داشت تا از فتنه‌های او خود را دور نگه دارند و به فریب‌های او گوش ندهند و فرمود: همگی شما از بهشت فرود آیید، برخی دشمن برخی دیگر خواهید شد. پس اگر از جانب من هدایت برای شما آمد، هر کس از آن هدایت پیروی کند گمراه و بدبخت نخواهید شد. بدین گونه خداوند در طول زندگی آدم هدف و آرزوی برای او تعیین نمود تا برای رسیدن به آن تلاش نماید و به او خبر داد که دیگر زمان راحتی و آسایش کامل و نعمت خالص به پایان رسیده و او بعد از خروج از بهشت و محروم شدن از نعمت آن وضعیت دیگری پیدا می کند که در آن دو راه بیشتر وجود ندارد: هدایت و گمراهی، ایمان و کفر و رستگاری و زیان. پس هر کس دنبال رو هدایت الهی که خداوند تشریع می کند باشد و راه راست او را که مشخص نموده است در پیش بگیرد. از وسوسه های شیطان و فریب‌های او هیچ هراسی ندارد، اما آن کس که از یاد پروردگار روی گردان باشد و با راه راست او ضدیت کند، زندگانی تنگ خواهد داشت و از آنان نخواهد شد که کوشش آنها در زندگی دنیا راه به جایی نمی برد، در حالی که خود آن گمان می کند که اعمال درست و نیکی انجام می دهند. پایان. عزیزان و علاقمندان خوب چینل الیت بوک، رسیدیم به پایان داستان آدم علیه السلام و از شما عزیزان دعوت می نماییم که بیننده داستانهای دیگری نیز از این کتاب مقدس باشید. شما را به علای بی‌نیاز میسپاریم. وقت خوش. خدا نگهدار.